آیا تا حالا فکر کرده اید که چرا شبانه روز 24 ساعت و 1 ساعت 60 دقیقه است؟ زمان همیشه وجود داشته، اما تقسیم بندی آن یکی از بزرگترین اختراعات بشر می باشد. همه چیز از مصر باستان شروع شد. آنها روز را به 12 بخش و شب را نیز به 12 بخش تقسیم کردند که بعدها ساعت نام گرفت. ابزارهای مثل ساعت آفتابی، آبی و شینی وجود داشتند که دقیق نبودند، اما یک مفهوم مهم را تثبیت کردند که آن هم نظم بود. اما چرا عدد 60؟ میراث مصری ها و بابلی ها. سیستم زمانی را که امروز ما استفاده میکنیم به تمدن باستانی مصر و بابلی ها در بین النهرین باز میگردد، حدود 2000 تا 300 سال قبل از میلاد. این تمدن ها برای شمارش از انگشتان دستشان استفاده میکردند. این سیستم هوشمندانه بود، چون عدد 12 بر 2، 3، 4 و 6 پوره قابل تقسیم است. اینها برای رسیدن به اعداد بزرگتر از یک دست غالب برای شمردن بند انگشتان دست دیگر استفاده میکردند. انگشتان کلان را بدون شست در نظر میگرفتند. هر ناخن 3 بند داره: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. 12 بند انگشت میشه. از دست دیگر از هر ناخنش برای 1 بار ضرب زدن استفاده میکردند، طوری که 1 بار 12، 2 بار 24، 3 بار 36، 4 بار 48، 5 بار 60. یعنی 5 ضرب 12 مساوی به 60. عدد 60 به خاطر تقسیم بندی فوق‌العاده‌اش انتخاب شد. به همین دلیل دایره به 360 قسمت، ساعت به 60 دقیقه و 60 ثانیه تقسیم شد تا محاسبات ریاضی برای منجمان و معماران باستان آسان‌تر گردد. این مبنای 60 برای دقیقه و ثانیه باقی ماند. ثانیه در ابتدا به صورت 1/86400 یک روز خورشیدی تعریف می شد. از اینکه حرکت زمین یک نواخت نیست، امروز دیگر ثانیه از روی حرکت زمین سنجیده نمی شود. اما با پیشرفت علم حالا از نوسان اتم سیزیم برای تعیین دقیق ترین زمان ممکن در جهان استفاده می شود. چرا اتم سیزیم؟ دانشمندان به دنبال چیزی بودند که در هر شرایطی ثابت و تغییر ناپذیر باشند. اینها به دنبال اتم سیزیم رفتند. ایزوتوپ سیزیم 133 دارای یک خاصیت فوق‌العاده است. وقتی به آن انرژی مایکروویو داده شود، الکترون های آن بین دو زاویه خاص حرکت میکنند و از خود اهتزازات را پخش میکنند که دارای فرکانسی ثابت میباشد. بنابراین 1 ثانیه مدت زمان است که اتم سیزیم در شرایط خاص به اندازه 9,192,631,770 بار اهتزاز بکنه. نتیجه گیری: ساعت، دقیقه و ثانیه در طبیعت وجود نداشتند. ما آن را ساختیم تا در زندگی خود معنا و نظم داده و اوقات کاری خیش را طبق آن تنظیم کنیم. تشکر از توجهتان.